سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم و کسانی که ما رو تماشا میکنن. امروز با اتفاق همکارانم امروز در خدمتتون هستیم. میخوایم در مورد دلایلمون برای ورود به این بیزینس صحبت کنیم و اینکه شاید همه ما این حس رو تا حالا تو زندگیمون تجربه کردیم که هر چقدر کار میکنیم و تلاش میکنیم زندگیمون پیش نمیره و انگار که جلو نمیریم. تلاش میکنیم ولی همش تکراری هست برامون زندگی و این حس رو هممون تجربه کردیم. نه اینکه همه چیز بد باشه ولی یه چیزی ته دلمون میگه که قرار نیست این مسیر رو تا آخر همینطور ادامه بدیم و اونجا یه جرقه تو ذهنمون خورد تو اون لحظه که الان وقتشه که یه مدل جدید از کار کردن رو تجربه کنم. خود من وقتی که بیزینس آفلاین داشتم خیلی اذیت شدم و انقدر بهم استرس وارد میشد که فکر کردم باید یک زندگی جدیدی رو برای خودم بسازم که هم بیزینس خودم رو داشته باشم و همین که انقدر استرس نداشته باشم. چون بیزینس آفلاین همش باید هزینه بدی. در آخر ماه هم تمام هزینه ها رو باید پرداخت کنی و اونقدر درآمدی نمیمون برام و شروع کردم به کار کردن به بیزینس آنلاین با یک کمپانی دیگه که اونجا ما خرید و فروش محصول داشتم و اونجا فهمیدم که من اشتباه انتخاب کردم و بعد از اون فکر کنم 3-4 ماه بیشتر نتونستم تو اون بیزینس دووم بیارم چون خرید و فروش محصول باز خودش خیلی دردسر داشت و من اونو رها کردم تا اینکه با این بیزینس آشنا شدم و مهمترین چیزی که برای من بود این که دیدم ما خرید و فروش محصول نداریم و ما مثلا درگیر محصولات نیستیم و این برای من خیلی مهم بود و میخوام بگم که چون بیزینس آنلاین اولم و اشتباه انتخاب کرده بودم دیگه درها رو به روی خودم نبستم و نگفتم که خب بیزینس آنلاینم سخته و رهاش نکردم. گارد نگرفتم در مقابل بقیه چیزها و با یه شکست مسیر رو رها نکردم و با بیزینس بعدی که آشنا شدم دیدم که قراره اینجا هم رشد کنم و هم درآمد داشته باشم و در روز اول فهمیدم که من قراره کلی چیز اینجا یاد بگیرم و اینجا بود که الان بعد مدت‌ها که تو این بیزینس هستم میتونم بگم مهمترین چیزی که اینجا گرفتم به غیر از درآمد اون آرامش و اون رشدی که بهم داده برام خیلی ارزشمند هست. من بقیه صحبت رو میسپارم به همکار عزیزم آقا پیام. در خدمت هست. درود بر شما، درود بر همه کسایی که ما رو از این طریق تماشا میکنن. من پیام آبی هستم از انگلیس. خیلی خوشحال هستم که یک فرصت ایجاد شد که دوباره خدمت شما باشیم. در واقع این موضوع یک جورایی میشه گفت که یک انقلابی در تصمیم گیری هست. وقتی که آدم از اون کشورش مهاجرت میکنه اولین چیزی که به ذهنش میرسه آزادیه. به خاطر اینکه این آزادی داشته باشه شما باید ذهنتون هم آزاد باشه، یعنی یک کاری داشته باشین که توی جایی که راحت میتونین کار بکنین، راحت میتونین زندگی خودتون رو پیش ببرین، توی قید و بند اون گرفتاری های روزمرگی نیفتین. من به شخصه خودم توی این گرفتاری و این تله در واقع افتادم. موقعی که وارد انگلیس شدم برخلاف اون تصوراتی که رنگ و لعاب خارج از کشور بود دیدم نه، اینجا اینجوری نیست. شما باید هزینه های بسیار بالای اینجا رو یک جوری بگذرونین و مجبور هستین که کار بکنین و کار کردن ها اینقدر تکراری میشه که آدم تبدیل میشه به یک ماشین کار. یعنی من میدونستم که فردا چه کارهایی باید انجام بدم. فردا مثل دیروز بود و در واقع تکرار وقتی که ایجاد بشه میشه عادت و عادت کار کردن واقعا آدمو مثل حالت یک افسردگی ناخواسته مثل خاکستر روی تمام زندگی آدم اونجوری که خودت متوجه نشی ایجاد میشه و میشینه. این بود که تکرارها
اینقدر منو در خودش غرق کرد. دیدم که من دارم فقط اون زمانی که واقعا سرمایه اصلی هر آدمیه که هیچ جا نمیشه ذخیره‌اش کرد، هیچ جا نمیشه نگرش داشت، اینو دارم از دست میدم. و این نگه داشتن این سرمایه زندگی وقتی که داره از دست میره، شما نمیتونی نگرش داری، این باعث شد که من به فکر این باشم که یک مسیری رو انتخاب کنم که بتونم بیشتر زندگی کنم. و اینجایی که وارد شدم بهش افتخار میکنم از اینکه تونستم توی یک مسیری حرکت بکنم که بیشتر بتونم از اون خلاقیت ها، از اون استعدادهایی که در خودم هیچ وقت استفاده نمی‌کردم بتونم ازش استفاده کنم با آینده روشن و واقعا مشخص. سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتیم. من میکروفون رو میسپارم به دوست عزیزم آقا لقمان. درود و ارادت دارم خدمت شما بینندگان عزیز از هر کجای دنیا بیننده این لایف هستید یا بعدش میبینید، و خدمت همکارای عزیزم. من لقمان قاسمی هستم، ساکن انگلیس و چالش های خیلی زیادی توی بیزینس شخصی خودم، یعنی در دوره های قدیم که با ورودم به اروپا و ورود حتی به انگلیس، خیلی چالش های عجیب غریبی با بیزینس های معمولی خودم، یعنی بیزینس های آفلاین داشتم که متاسفانه هیچ کدوم از بیزینس هایی که من داشتم یا دارم کار میکنم نتونست به اون اشباع آزادی و به اون اشباع روانی کامل برسه که منو به اون آرامشی برسونه که بتونم وقتم در اختیار خودم باشه. این بود که من تصمیم گرفتم که یک بیزینس آنلاین رو داشته باشم که در هر لحظه از شبانه روز که خودم دوست دارم و میتونم و حسش رو دارم بتونم روش کار بکنم و ایجاد درآمدزایی بکنم، که خوشبختانه من با این کمپانی که داریم الان باهاش کار میکنیم من آشنا شدم و جدا از آموزش های خیلی پرفکت و عالی که در دوره های مختلف دیدم و به اون درآمدزایی، اون آزادی مالی و زمانی خودمم رسیدم و این یکی از دلایلی بود و این یکی از خواسته های من بود که باید بهش میرسیدم، که خوشبختانه تو اون فضا و تو اون دایره‌ای که من دنبالش میگشتم، شاید با جرأت میخوام بگم که آنلاین کار کردن تونست تمام این فضا رو برام ایجاد بکنه، زمان رو برام طلایی تر بکنه و در اختیارم بذاره و من بتونم این فرصت ها رو بیشتر داشته باشم برای خودم، برای زندگی شخصیم، برای تفریحام، برای آرامش درآمد مالی و آرامش زمانی. از همه مهمتر ما توی اروپا خیلی برامون مهمه که باید یک استقلال زمانی هم داشته باشیم، جدا از استقلال مالی که شاید همه نیازمندش هستیم. استقلال زمانی هم خیلی خیلی تأثیر گذاره و من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و میکروفون میسپارم به همکار عزیزمون آزیتا خانم از فرانسه فکر کنم. مرسی. میکروفونتون بسته است آزیتا خانم، میکروفونتون بسته است. مرسی آقا لقمان، مرسی آقا پیام. سلام و درود خدمت تمام دوستان و همکاران عزیز. من یک کمی که از خودم بگم، به خاطر اینکه من سالها تو کار آفلاین کار کردم و بزرگ شدن بچه‌هامو اصلا ندیدم و واقعا از دنیای خارج از کارم دور بودم
از سوشال میدیا و اینترنت و اینا هیچی سر در نمی آوردم. من تازه زمان کووید با سوشال میدیا برخورد کردم که آشنا شدم و اونجا بود که تصمیم گرفتم که یه کار آنلاین، چون تبلیغاشو میدیدم دنبالش گشتم و خیلی تحقیق کردم تا اینکه به این کاری که الان هستیم برخورد کردم و تحقیق کردم که خیلی از هر لحاظی که کمک باشه، چون من هیچ چیز سر در نمی آوردم از کامپیوتر و کارهایی که روی در صورت کارهای تکنولوژی با کامپیوتر و این کارا رو اصلا سررشته نداشتم و اینجا جایی که همه به همدیگه کمک میکنن. تنها کاری که من دیدم که هیچ کس تو رو ول نمیکنه و واقعا از لحاظ اینکه کمک کنن زمان کاری، چون من از کاری که آفلاین داشتم من 24 ساعته سر کار بودم. یعنی وقتی که میرسیدم خونه، وقتی میخوابیدم واقعا تو خوابم داشتم نقشه ریزی میکردم فردا چی کار بکنم. یعنی انقدر توی موفق بودم، نه اینکه موفق نبودم، خیلی هم موفق بودم ولی زندگی نکردم، زندگی که باید داشته باشیم نکردم. به خاطر همین وقتی که تموم شد اون کار تصمیم گرفتم یه کاری رو پیدا کنم که همین کار آنلاین که تو این یکی خیلی تمام مزایایی که میخواستم درش هست، زمان کافی، درآمدی که مشخص میشه و مشخص شده است و واقعا از زندگی هم لذت میبرم. چیزای دیگه هم که هستش، چالشی که من داشتم فقط همین که گفتم که من زیاد سررشته توی کارهای به قول فرانسوی انفورماتیک نداریم. البته من خودم رو معرفی نکردم، میبخشید، من آزیتا هستم از فرانسه ولی اصلا هم انگلیسیم خوب نیست. به خاطر همین تنها کار آنلاینیه که به زبان انگلیسی احتیاج نداره و منتورا و کوچایی هستن که واقعا کمکمون میکنن. مرسی. من میکروفونو میدم به دوست عزیزمون. بفرمایید. سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. شهرزاد هستم از کشور هلند. من فکر میکنم یکی از افراد خوششانسی بودم که تونستم بعد از مهاجرتم تحصیلم رو در رشته‌ای که قبلا توی ایران به قولن توش مشغول بودم ادامه بدم که اون رشته معماری هستش و تو همین رشته بعدش هم مشغول کار شدم توی یک دفتر معماری و از اونجایی که خب شغلم رو دوست دارم و دوست داشتم، برام چیزی نبود که بخوام که دنبال یک شغل دیگه‌ای بگردم. گرچه موارد مختلفی از جمله بحران‌های اقتصادی که به دلایل مختلف توی دنیا به وجود میاد، از اونجایی که این بحران‌ها خیلی سریع تاثیر میذاره روی بخش ساخت و ساز، خب یه سری نگرانی هایی به وجود می اومد، نه فقط برای من بلکه برای همه کسایی که هم رشته من بودن و هستن. و خب می دیدم که خیلی از دفترهای معماری، خیلی از کسایی که سالیان سال به صورت خیلی موفق توی این رشته فعال بودن مجبور می شدن که از این شغل به قولن کناره بگیرن و این یه مقداری نگرانی برای من به وجود می آورد. حالا به غیر از مشکلات دیگه‌ای که این شغل هم مثل بقیه شغل‌های آفلاین با خودش به همراه داره، ولی فکر میکنم که برخلاف اکثریت دوستان و همکارانی که توی به قولن اینجا الان در خدمتشون هستیم، من جز افرادی بودم که اتفاقا دنبال یک بیزینس آنلاین نبودم و از طریق یکی از دوستان خیلی عزیز و قابل اعتمادم با این بیزینس آشنا شدم و بهشون گفتم که من اصلا به قولن دنبال این نیستم که اینقدر مشغول هستم توی رشته خودم و دوستشم دارم که اصلا نمیخوام که یه چیز دیگر رو بیام شروع بکنم، فرصتشم ندارم. ولی حالا توی اون پروسه‌ای که با ایشون داشتیم به قولن اون
جستجومون رو انجام میدادیم که ببینیم که آیا چقدر این کار قانونی هست، چه مزایایی داره، چه تفاوت‌هایی با بقیه بیزینس‌های آنلاین داره و اینا. به قولن انقدری خودم مزایاش رو به چشم دیدم و به هم ثابت شد که خودم با بالاترین میزان سرمایه‌گذاری همراه با ایشون وارد شدم و الان از این بابت خیلی خوشحال هستم، به خاطر اینکه مزیت این کار برای من نه فقط حالا اون آزادی مالی و زمانی و مکانیه، بلکه اون سبک زندگیه که این بیزینس با خودش به همراه داره برامون و هم از لحاظ سلامتی و هم از لحاظ اینکه شما شغلتون رو همراه با تفریحتون همزمان میتونید پیش ببرید و همه اینا خیلی تاثیرگذار هست، تاثیرات مثبتی میذاره توی زندگیمون. به شدت از این بابت راضی هستم و بقیه توضیحات هم که بقیه عزیزان دادن، نمیخوام بیشتر از این فرصتتون رو بگیرم. ادامه صحبت رو میسپارم به همکار عزیزم خانم مریم. درود به همه یاران که ما رو توی این زمینه همراهی میکنن. مریم هستم از کشور انگلستان. 14 سال مهاجرت کردم به این کشور. من هم به نوبه خودم زمانی که دیدم تمام بیزینس های آفلاین، حتی بیزینس های خیلی بزرگ، یکی پس از دیگری دارن بسته میشن، ورشکست میشن، مشکل بیکاری داره تو این کشور ایجاد میشه و خیلی از شغل‌ها مخصوصا بعد از کووید وقتی که دیدم داره فصلی میشه، یعنی توی فصلی کار هست، توی فصلی شما کلاینت نداری، مشتری نیست به دلیل مسائلی که حالا ممکنه به وجود بیاد، احساس خطر کردم. واقعیتش احساس کردم باید به فکر کار دیگه‌ای بود، بعد آینده نگری کرد. و وقتی که بررسی کردم دیدم که دقیقاً بیزینس‌هایی موفق بودن، بیزینس‌هایی تونستن ادامه بدن که به صورت آنلاین کار میکردن. اونا حتی تو زمان کووید هم تو شرایطی که خیلی بیکار شدن، خب مشکل اقتصادی براشون به وجود اومد، شرایط دیگه‌ای براشون به وجود اومد، اونا همه به کارشون ادامه دادن. اون کارا همچنان ادامه داشت. این شد که به این فکر افتادم که باید رو بیارم به کارهای آنلاین، کارهایی که به صورت ریموت جاب باشه، کارهایی که بشه اگر تو هر شرایطی که باشه بشه خیلی راحت به صورت آنلاین انجام داد. اونجا بود که به این فکر کردم که باید کارهایی بکنم. شروع کردم در موردش تحقیق کردن، یواش یواش جلو رفتم، ولی واقعیتش اینو میخوام یه مثال بزنم. مثل یه آدمی شده بودم که انگار مثلا خودش میدونه یه صدایی داره، میتونه بخونه، ولی راه میفته تو کوچه و خیابونا میخونه، حالا 4 نفرم تاییدش میکنن، ازش تعریف میکنن و یا نگاش میکنن، لایکش میکنن، ولی پشتش هیچ ارگانایزی نیست، هیچ سیستم دهی نیستش. احساس کردم نیاز دارم که توی این زمینه آموزش ببینم، یعنی برم توی یه لاینی که همه چی هدفمند پیش بره. تا اینکه تو همین تحقیقاتی که داشتم میکردم با این بیزینس آشنا شدم و به این نتیجه رسیدم که این میتونه راه درستی باشه و همه چیز رو ارگانایز کنه. دقیقاً میگم مثل همون کسی که میخواد بخونه ولی در واقع براش هیچ برنامه‌ریزی نداره. و اونجا بود که تصمیم گرفتم که امروز انتخاب کنم قبل از اینکه فردا از روی جبر ما تصمیم بگیریم که یه کاری رو انجام بدیم. مرسی از همه عزیزان که دیدگاهشون رو گفتن، صحبتهای ما رو شنیدید. اگر که فکر میکنید شما هم مثل ما به این نتیجه رسیدید که باید یه تغییری تو زندگیتون بدید، میتونید به هر کدوم از ما پیام بدید و مسیر رو بشناسید، مطالعه کنید و ببینید آیا دوست دارید وارد این مسیر بشید یا نه. ممنون از همگی، هر جا هستید شاد باشید. خدا نگهدارتون.